تصور کنید حدود 5000 سال پیش در جنوب غربی ایران امروز مردمانی زندگی می‌کردند که نخستین تمدن بزرگ ایران را بنا کردند، تمدنی که ما آن را ایلام می‌نامیم. ایلامیان در سرزمینی پر آب و حاصلخیز شامل خوزستان، لرستان و کرمانشاه زندگی می‌کردند و توانستند شهری‌های با شکوه بسازند، هنر و معماری را توسعه دهند و فرهنگی غنی پایه‌گذاری کنند که تأثیر آن هنوز در تاریخ ایران دیده می‌شود. سلسله ایلامیان بیش از چند ده پادشاه داشت و هر کدام سهم خود را در توسعه سرزمین و تثبیت قدرت ایلام ایفا کردند. این تمدن با ساخت معابد عظیم، کاخهای زیبا و ایجاد شهریهای منظم نشان داد که ایلام تنها یک قدرت نظامی نیست، بلکه مرکز هنر، معماری و فرهنگ هم بوده است. ایلامیان همچنین روابط سیاسی و تجاری با همسایگان خود برقرار کردند. با آشور، بابل و اکد روابط دوستانه و گاهی جنگی داشتند و توانستند هویت و استقلال فرهنگی خود را برای هزاران سال حفظ کنند. در واقع آنها نشان دادند که قدرت واقعی نه فقط در جنگ و تصرف خاک، بلکه در حفظ فرهنگ، معماری و هویت است. اونتاش ناپیریشا، حدود 1340 تا 1300 پیش از میلاد. اونتاش ناپیریشا یکی از برج برجسته ترین پادشاهان ایلام و نماد اوج فرهنگی و مذهبی این تمدن است. او در دوره‌ای حکومت کرد که ایلام از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بود و توانست تمرکز خود را از جنگ به سازندگی و فرهنگ معطوف کند. قلمرو ایلام در زمان او شامل خوزستان، مرکز اصلی، شهر شوش، بخش‌هایی از لرستان، نواحی غربی فلات ایران بود. او بیشتر بر انسجام داخلی تمرکز داشت تا فتوحات نظامی. اقدام مهم: بنیانگذاری شهر مذهبی دورانتاش، چاغازنبیل امروزی، ساخت یکی از بزرگترین زیگورات‌های جهان باستان، گسترش پرستش خدایان ایلامی به ویژه ناپیریشا و اینشوشیناک، تقویت معماری، شهرسازی و هنر ایلامی. اهمیت تاریخی: اونتاش ناپیریشا نشان داد که قدرت یک تمدن فقط در جنگ نیست، بلکه در مذهب، هنر، معماری و هویت فرهنگی هم معنا پیدا می‌کند. چاغازنبیل امروز یکی از مهمترین میراث‌های باستانی ایران است. شتروک ناخونته، حدود 1185 تا 1155 پیش از میلاد. شتروک ناخونته پادشاهی جنگاور و توسعه طلب بود و ایلام را به یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه تبدیل کرد. او بنیانگذار دودمان شتروکی است که دوران طلایی قدرت سیاسی ایلام محسوب می‌شود. قلمرو: در زمان او قلمرو ایلام از خوزستان و شوش تا بخش‌های بزرگی از میان رودان بین النهرین گسترش یافت و حتی بابل مدتی تحت نفوذ ایلام قرار گرفت. اقدام مهم: حمله موفق به بابل و شکست پادشاهان بابلی، انتقال آثار مهم فرهنگی به شوش از جمله سنگ نوشته قانون حمورابی، تقویت قدرت مرکزی و ارتش، نمایش قدرت ایلام به عنوان یک امپراتوری منطقه‌ای. اهمیت تاریخی: شتروک ناخونته ایلام را از یک قدرت محلی به ابر قدرت نظامی غرب ایران تبدیل کرد. او ثابت کرد که ایلام توان رقابت مستقیم با تمدن‌های بزرگ میان رودان را دارد. کوتیر ناهونته: چند پادشاه با این نام وجود داشت، معروفترین آنها حدود سده 7 پیش از میلاد حکومت کرد. کوتیر ناهونته را میتوان آخرین مدافعان استقلال ایلام دانست. او در دوره‌ای حکومت کرد که ایلام تحت فشار شدید قدرت‌های بزرگی مانند آشور و بعدها بابل قرار داشت. قلمرو: در این دوره قلمرو ایلام محدودتر از گذشته بود، عمدتاً شامل خوزستان و مناطق اطراف شوش و بخش‌های زیادی از سرزمین‌های پیشین از دست رفته بود. اقدام مهم: مقاومت نظامی و سیاسی در برابر آشوریان، تلاش بر حفظ ساختار حکومتی ایلام، حفظ سنت‌ها، مذهب و هویت فرهنگی در دوران افول. اهمیت تاریخی: اگرچه در نهایت ایلام سقوط کرد، اما کوتیر ناهونته نماد پایداری و مقاومت فرهنگی است.
او نشان داد که حتی در زمان ضعف نظامی، یک تمدن می‌تواند برای حفظ هویت خود بجنگد.